سلطان قلبم. دستور میدم اسامی که دست اهالی هست با جریمه ازشون گرفته بشه. هر کسی مقاومت کنه باهاش به اندازه جرم خودش برخورد میکنه. اون شبا به پادشاه فرانسه یاد میده. چی؟ آره، این ور اون ورم با آب و تاب به همه تعریف میکنه و پوز میده. مطمئن سلطانم اشتباه نشنیده باشین؟ مطمئنم. معلم همه جا داره جار میزنه که با این همه معلم تو قصر من دارم به پادشاه فرانسه درس میدم. به همه برگشته گفته پادشاه به اون بزرگی شاگرد منه. تو باور میکنی؟ استغفرالله، چطور ممکنه؟ اون شبا به پادشاه فرانسه یاد میده. نه به معلم ها نه به استادهای مهندس، به هیچ کدوم از اونا نیازی نداریم. اصلا این حرفا رو کی زده؟ این چه کاریه؟ ببینم اینا چی دارن میگن؟ مگه نشیدی انور آقا کل حرمسرا پر شده میگن معلم به پادشاه فرانسه درس میده؟ نه بابا اینجوری نیست اصلا. والله همینطوری. ای وای من. کاتونو نگاه کن چه پوزی هم میده. انور آقا، بگو کبوتر. انور آقا، تو قصر همه یه جوری بهم نگاه میکنن. مشکلی تو سر و وضعم هست؟ نه تو امروز یه تراوت دیگه، یه ظرافت دیگه ای داری، واسه همون نگاه میکنن. نه ازشون میپرسم، یکی دو نفر که نیستن، همه دارن نگاه میکنن. نپرس. تو چرا با اونا دهن به دهن میشی اصلا؟ بیا من برات یه قهوه درست کنم، یه شیرینی هم کنارشم. ممنون، درس دارم، تازه دیرم کردم. بالاخره میفهمه. گفتی به همه؟ چجورم سلطانم، همه ی قصر فهمیدم. این دفعه از این نمیتونه قصر در بره. پادشاهو میشناسم. بدترین چیز براش خیانت به اعتمادشه. دستور پادشاه دولتمدار و قدرتمند و با کرامتمون حضرت سلطان محمود خانه. همه بشنون. کسایی که جزو پیاده نظام ینیچری نیستند اما از اسم ینیچری استفاده میکنن سریعتر اسامی رو تحویل بدن. هر کس که از دستور پیروی کنه این بار مجازات نمیشه، برعکس بهشون پرداخت هم میشه. اما اونایی که سرپیچی کنن و همون روال قبل رو ادامه بدن به شدت از طرف پادشاه مجازات خواهند شد. روز فتاح بزرگو ببین، عاقبت بدی داشت. حالا انگار بس نبود در کاری کردن، چشم اصلا میدوختن. معلومه که پادشاه تصمیمشو گرفته، میخواد ینیچری رو نابود کنه. اگه قبلش پادشاهو نابود نکنن. سرورم، فکر کنم ما افراد لایقی برای شما نبودیم. این چه حرفی آقا خیرالدین؟ حرفو کش نده. به شاهزاده ها و سلطان ها خانم معلم درس میده. دارو لازم میشه، خانم معلم درست میکنه. همشو تحمل کردیم، ولی به شخص شما پادشاه عالم فرانسه درس دادنش، تازه بعدش افتخار کردنش غرورمونو خیلی شکست. سرورم، این که تو اتاق شخصیم چی کار میکنه به شما چه ربطی داره آقا؟ شما کم مونده تو حرمسرام دخالت کنین؟ آشا سرورم، از روسیه مهندس میارم برای اسلحه سازی. نمیگید ما نتونستیم، ارزه نداشتیم. اون وقت با یه خانم معلم احساس خطر کردید به جای اینکه به فکر راه چاره باشین و نگران اوضاع. ببینید قصه چی رو میخوایید. اینا رو ول کنید و به کارتون برسید.
لایحه‌ای که ازتون خواستم و سریع آماده کنید. ظاهیر به معلم بگوشم بیاد اتاقم. Соловей мой, соловей, голосистый آنا خبرداری چی شده؟ соловей, голосистый соловей. چی شده مگه؟ ای کبوتر، پادشاه گفت سری بری پیشش. اومدم، برگشتم برات تعریف میکنم. حالا خوب شد. سلطانم، امروز به پادشاه پیشنهاد دادم اسامی ینیچری رو ثبت کنم. خیلی وقت بود که این موضوع توی ذهنم بود. میدونم. نگو که قبول کرد. برعکس خیلی هم خوشحال شد. حتی شروع شد. آفرین به تو آقا خلیل، درست زدی به هدف. دست بردن تو جیب ینیچری، این عاقبت فجیعی برای برادرم خواهد داشت. سلطان، همه جا بدجور به هم میرسه. خب ما هم نمیشینیم تماشا کنیم. آقایون جان، زودتر برنامه هامونو باید بچینیم. آقای مهندس، اون برگه ها رو بذارین کنار دیگه. ببینین رنگ و روتون مثل گچ سفید شده. یکم سوپ بخورین، براتون خوبه. دست درد نکنه. یکم معده درد دارم، بعداً میخورم. نمیشه، به خدا نمیشه. اول یکم بخورید، بعد دوباره میرید سر کار. باشه؟ خیلی خوب. باشه. به خدا مثل دایه منی. آفرین، نوش جونتون باشه. ممنونم. من دیگه برم. کاری با من ندارین قربان؟ نه، برو استراحت کن. شب بخیر. شبتون بخیر و خوشی آقای مهندس. شب بخیر. این محمود تو هر کاری فضولی میکنه. حوصله‌مو سر برده. ای کاش کار این مهندس رو تموم میکردیم، خلاص میشدیم. بعدش هم پچ شروع میشه که کی کشته و چه جوری کشته و چرا کشته. چی شد؟ همه چی رو به راهه. دقیقاً کاری که گفته بودین و انجام دادم.
آفرین به تو زفیر. به موضوع آنا حسابی فکر کردم. کسی که آنا خیلی دوستش داره و حاضر شد به خاطرش جاسوس شه کیه زفیر؟ میدونی؟ حاجی آتا. آفرین باباشه. اگه بلایی سر اون بیاد برای همین باید یه بلای ناگهانی و پنهانی سرش بیاد. بیا. سرورم، دیشب اصلا نخوابیدم، تا صبح خطاطی تمرین کردم. امیدوارم که بپسندین و خوشتون بیاد. فعلا اینا رو ول کن. سرورم، تو راز بینمونو به کسی گفتی؟ فرانسه کار کردنمونو؟ بله. آنا به من جواب بده. گفتم، ولی فقط به... پس گفتی؟ در حالی که گفتم این راز بین خودمون دوتا بمونه؟ چند بار راجع به این موضوع صحبت کردیم. سعی کردم خودم رو آروم کنم. گفتم نه، آنا همچین کاری نمی کنه، از اعتمادم سوء استفاده نمی کنه. گفتم ولی اشتباه کردم. سرورم، به خاطر برداشت اشتباهی دیگران گفتم وگرنه... کافیه. از حالا به بعد هر چی بینمون بوده تموم شده. میتونی بری. سرورم، ببخشید لطفاً. اگه میتونستم اینقدر ناراحت میشیم به هیچ وجه به کسی نمیگفتم. گفتم میتونی بری. خیلی عصبانی شد. یه چیزی بگو کبوتر، بگو از دستت عصبانی شدم، بگو زبون تو مار نیش بزنه. هیچی نمیگی، چه میدونم، قرقر کن من صدا تو بشنوم. به خدا به سلطان هوشیار گفتم، اونم بپرس چرا گفتم. خب به سلطان هوشیار گفتی؟ آره. آفرین انبر. خیر خانم معلم، چرا اینقدر عصبانی؟ نکنه پادشاهمون سرزنشت کرد؟ خب تو هم نمیگفتی رازتونو. اوایل سعی میکردم درکت کنم، میگفتم میترسه عشقشو از دست بده، واسه همین این کارو میکنه. ولی نه، دیگه مطمئن شدم که شما آدم خیلی بدی هستی، انقدر که برای منافع خودتون از صالح سوء استفاده کردین و ابایی ندارین که پادشاهو تو شرایط سخت قرار بدین. ولی فکر نکنین
این بدیهاتون بی جواب میمونه. یه روز تاوان همه رو پس میدین. اگه تموم شد میتونی بری. میبینین که دارم آماده میشم. پادشاه الان صدام میکنه. هوشیار تو یه ماری. چی کار کردی؟ تمومش کردی؟ تموم که شد ولی نامیک پاشا به عشقم جواب میده. اگه بره به پادشاه بگه من چی کار کنم؟ من دیدم نامیک پاشا چطور باهات رفتار کرد. معلومه اونم دلش پیش توه. همین که یه همچین موضوع رو به پادشاه نمیگه که. بی خودی نگران نباش. صالحه، مرسی که هستی. مرسی که هستی. آره اینم باید به نامه اضافه کنم. گلفیدان واقعا نامه خوبی شده. من اینو مطمئنم. حالا ببین چطور میاد به دیدنت. انشالله. وای وای وای، ما چه سربازهای قوی داشتیم آقا موسی. البته که همینطوره. این دفعه چی دیدی بهمون بگو باشه. ببین، اگه اینجا درست نوشته باشه یکی به اسم رمضان از زمان سلطان سلیمان زنده است که هیچ از اون دوره تا این دوره اغذیه‌شو بدون کم و کاست گرفته. بدون کم و کاست. آره میگم دولت چی میخواد نامیک پاشا؟ یه آدمی که 800 سالشه هنوز سر پاس. ببینم اون چی میخوره، ما هم از همون بخوریم ها؟ بگو ببینم. مگذاریم. پیدا کردن اینم به عهده تو. من باید برم پیش پادشاه. ببین نامیک پاشا، 10 تا آدم بفرست با همشون تک تک میجنگم، یا سوار یه اسب بشم تا ادیرنه به کوب برونم، اما قربونت این ظلمو در حق من نکن. تو هنوز ظلم ندیدی پس موسی. ببین اون قفسه ها پر از دفترن. خدا قوت. چی کار داری میکنی؟ وسایل منو کجا میبری؟ الکی داد و بیداد نکن معلم. حقت تنبیه شدی. از حالا به بعد پیش بقیه زنای حرمسرا میمونی. ولی دستور پادشاهه. سرورم گفتن اینجایی. خوش اومدی نامیک. کار اسامی چی کار کردی؟ داریم کار میکنیم ولی خیلی آسون نیست. انقدر آدم هست که آذوقه رایگان میگیرن که واقعا تعجب کردیم. فردا تو میدونم کارتون راحت نیست، میدونی که. با اذن خدا حلش میکنیم سرور. دقت کنید درگیر اعتراضات نشید. بدون سلاح بریم؟ میفهمن که نرفتیم بجنگیم. نمیشه. به نظرم مجهز بریم. هرچی شما بگید. ما به این مملکتی اصلاحات بدهی داریم نامیک، ولی هر کس خواست اصلاحات انجام بده همه را از میون برداشتن. ما تسلیم نمیشیم. به اذن خدا با جون و دل تلاش میکنیم سرورم. هر طور شده تا فردا صبح بررسی های دفترها رو تموم میکنیم. سرورم جریان امروز شنیده. علما خیلی ناراحت و خجل شدن از حرفایی که بهتون زدن. میخوان لایحه‌ای که خواستید آماده کنن. میبینی معلم منو با چیا درگیر میکنه. ولی به نظرم این کار چیزی نیست که معلم از پسش برمیاد. ازش پرسیدم، خودش گفته. بدجوری ناامیدم کرد. واه واه، اینجاها اومدی کبوتر. هر جام که بری باز برمیگردی به همون تشک. پس به جایی که پرواز میکنی نه، بلکه به جایی که میشینی باید نگاه کنی. تفریح بسته دیگه خانوما، به کارتون برسید. تو قصر همه شنیدن نه؟
پادشاه حق داره سرزنشم کنه، ولی اگه یکم گوش میکرد اجازه نداد که حرف بزنم. دیگه نگاهم هم نمیکنه. ای کاش میذاش حرف بزنم. ای بابا، حالا تو هم نمیخواد انقدر زود ناامید بشی. پادشاهو میشناسم، خیلی ازم عصبانی شد. منم تو رو میشناسم آنا، تو اینقدر زود تسلیم نمیشی. زود باشین خانوما، وقت خوابه، همه برن سر جاشون. باشه، ولی به جای شیرین صحبتمون رسیده بودیم. خیلی زوده، بذار یکم دیگه بشینیم. جبری باشه کالفا. حتما میذارم تا صبح بشینین و همینجوری براجی کنیم. اکسلنس، اینجا چی کار دارید؟ از کجا شنیدید؟ کلاغا خبر دادن. شنیدم داری میمیری. وای 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 وای، چه عاقبت بدی. اگه به حرف من گوش میکردی همه چی فرق میکرد. تو کردی، تو منو مسموم کردی، مسمومم کردی. آره؟ آروم آروم. مسموم کردم. من مسمومت کردم؟ اینا دیگه قدیمی شده. یه غذای خوب مثل سوپ و بهارات، همین. تو پس فطرتی. شنیدیم همیشه همین حرف زدی، حرفای تکراری. خب الانی آفرین به تو. دیگه میتونی کفالت برادرتو پرداخت کنی. یه چیز دیگه، میری قصر و این غم دردناکو خبر میدی. خوب گریه کن. حتما قربان. برگه ها رو جمع کن. خیلی فکر کردم. حق با توه. چون یه بار گوش نکرد من بیخیال نمیشم. تا خودمو ثابت نکنم بیخیال نمیشم. آفرین. اگه اون لجبازه من از اون لجبازترم. خب تو از نیروهات بیخبری؟ چند نفر از افراد تا حالا به میدون جنگ نرفتن، اینو میدونی؟ آشا نامیک پاشا، این چه حرفی شما میزنی؟ من نیروهامو ضمانت میکنم. پس که اینطور کسی که به جنگ نرفته تا حالا حموم داره، قهوه خونه داره، کسایی که مزرعه حیوان دارن، از کی تا حالا جزو ینیچری حساب میشن. این آدم سلطان سلیمانه؟
این آدم چند سالشه؟ نکنه روحش میاد میجنگه. چی داری میگی تو؟ بگو ببینم. تو منطقه من همچین چیزی نمیشه موسا. خدا رو شکر پیشونیم سفیده. من این چیزا رو نمیفهمم. به آدمایی که خیلی وقت مردن و رفتن، آدمایی که جزو ینیچری نیستن، سهمیت دادن یعنی چی؟ این آدما باید خط بخورن. اسمشون باید پاک بشه و سلام. برعکس این بشه نافرمانی از دستور پادشاه تلقی میکنن. عالیه. سریع دست به کار شید. اسلحه خونه با سرعت فعالیتشو شروع کنه. بر روی چشم سرورم. از نامیک پاشا و موسی خبری هست؟ نه سرورم، هنوز اطلاعی در دست نیست. اگه بلایی سرشون نیاد. اینا دیگه شورشو در آوردن. به خدا به زور خودم نگه داشتم. خب معلومه وقتی چوبلای چرخشون میذاری. خوب شد جلوی خودتو گرفتی. هر درگیری پیش بیاد به ضرر پادشاه. معلومه که بودجه پادشاه دوباره تموم شده. چشم دوخته به جیب ینیچری. انگار کار دیگه ای نداره افتاده به جون ما. متوجه نیست که داره با آتیش بازی میکنه. انقدر صبوری برای من کافیه پاشا. تو بیا بیرون تو روی من اینو بگو. یا به دستور پادشاه رضایت نشون میدین یا به دلیل فساد سرتون رو میزنم. آقا ظاهیر روز خوش. اگه پادشاه مساعده میخوام ببینمش. نه مساعد نیست، مشغول پادشاه. مهم نیست، اینجا منتظر میمونم تا مساعد بشه. بی خودی منتظر نمون. پادشاه دستور دادن تو رو قبول نمیکنن. دقیقا همونطور که حدس میزدم. باشه تا نظرش عوض بشه اینجا منتظر میمونم. خودت میدونی. کسی که اجلش بیاد دیگه قطعاً اومده. دفاع کنید از خودتون. شمشیرتو بیار پایین. شما هم حرکت نشید. منظورم به همتونه. شمشیراتونو بیارید پایین. این چه رذالتیه؟ حدتونو بدونید. همین که گفتم. برن دعا به جون تو بکنن پاشا. آقایون نکنین، ما هممون بنده های یه پادشاهیم. راهو باز کنید. آقا بایرام زود باش، تو هم راهو باز کن، بذار برن. آخر این کار ختم به خیر نمیشه، از من گفتن. حق با تو موسی. خدا آخر عاقبتمون بخیر.